است. خیلی که همه ما و شما امروز شاهد هستیم بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند چنین یک چهاربینی باشگاه راهپیمایی عمومی جوانان ولایت بخشیده بر روز پرزیدنت تحت عنوان با پرزیدنت هم افتخار میکنم تشکیل و برگزار گردیده ایستاده است و جوانان دانشگاه دولتی خوجند در این چهاربینی بیش خیلی که میبینیم از 3000 نفر از صبح صادق با مسجد اشتراک در همین چهاربینی سرجم شده بودند و من در روحیه جوانان امروز میبینم که در حقیقت هم با قلب خود از پرزیدنت افتخار میکنند. در حقیقت هم این افتخار و این صداقت به سبب نیست، چون ما خوب میدونیم که در همون آبان صاحب استقلالی کشور جمهوری تاجیکستان رو چگونه یک وضع بحران شدید فرا گرفته بود. محض همین پیشوای معظم ملت بودند که برای ملت تاجیکی از خافی از خریطه جهان نیست شدن تاجیکستان به میان آمده بود و در دل هر یک تاجیک تاجیکستانی امید دوباره را زنده کردند و امروز ما زیر راهبری پیشوای معظم ملت نه تنها بهری حل مشکلات خودمان بلکه امروز تاجیکستان توانسته است با پیشنهادهای بین المللی برای حل مشکلات بشر امروز سببگار و سهمگزار شده ایستاده باشد. در حقیقت هم امروز ما چقدر که درباره پیشوای معظم ملت سخن کنیم و چنین چهاربینی تشکیل کنیم من فکر میکنم کم است. در آخر همین میگم که تاجیکستان به پیش به سوی موفقیت‌های نو به نو با امام علی رحمان در عرصه بین المللی همچون شخصی صلح آفر و صلح پرور سرجم کننده ملت و مردم سالار عملی سازنده زحمت‌های آینده بینانه بهر رشد و نمو و آبادی وطن و فراهم آوردن شرایط ارزنده برای مردم کشور تشبثکار حل مسئله گلوبالی شناخته شدن پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را نه تنها ساکنان کشور اینچنین جهانیان اعتراف و مثل محترم امام علی رحمان بود که امروز تاجیکستان صلح و ثبات دارد و ملت ضروری به انتها همچون رمز اتحادی و سرجمی مردم کشور آبادی و آسودگی دیار و تنتنه صلح و استقلال کامل وطن که تحت تشبث‌های بی‌نظیر پیشوای ملت فراهم آمده است از کوچه مرکزی تا کوچه به نام سنگک سفرов ادامه یافت. پس از راهپیمایی جشنی در درآمدگاه قصری فرهنگ شهری کلوب نمایش اثرهای بی‌زوال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دستاوردهای علمی و فرهنگی ورزشی مصوره‌های رسامان و دیگر دستاوردهای ساکنان کسب و کار گوناگون پیشنهادی اشتراکداران کرده شد. قسمت تنتنوی چهاربینی ادامه نمایندگان تمام ساختارهای دولتی جوانان فعال و خوانندگان و دانشجویان با افتخار و سرفرازی و مناسبت این سنه فرخنده با طلب شادی و